میشه. سلام، به نام یاد خدا کنه که خوب و صحت سر حال باشیم. امروز رسیدیم ما به ولایت کاپیسا و ریگ روان. دیگه خواستیم گزارشی به شما تهیه بکنیم تا آخر این برنامه ما را بیننده باشین و ببینین که در ریگ روان مردم به تفریح میان و از حال احوال مردم و از تفریحشون ما دیدن بکنیم. دیگه ما را تا آخری ویدیو بیننده باشین و چینل خودتون یعنی چینل مسلم ملک زاده را سابسکرایب بکنین. دوستای عزیز، قسمی که میبینین مردم آمده دیگه در ریگ روان و تفریح میکنن. جوانا سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ اجازه تان است در بینتون بشینیم؟ خوب مذاقی هستی نه؟ نامه که چیه لال جون؟ نام مجاهد. خواه بسیار خوب. دیگه معلوم میشه که روز جمعه آمده دیگه به تفریح. بله. خواه بسیار خوب. تا آخر چقدر رو باشه به نظرت؟ به نظرم دیگه نرفتیم که چه قسم بگویم برای دفعه اول تا چند دفعه میشه؟ باری اول ماست. بیا پیش بشینه، شما پیش بشینه گپ بزنیم. ماندنش بیاد. سلام علیکم. خوب است لالا؟ خیریت است؟ بخیر است؟ شکر. جور است. شکر. باشنده کجا هستی لالا جان؟ گلدره. از گلدره اینجا آمدی؟ بله. دفعه اول تاست؟ بله دفعه اول. خب بسیار خوب. مردم معلوم میشه که آهسته آهسته زیاد شده میره و گرمی هم کم است. بله. دیگه این بار اول تاست که جمعی بسیار جالب نیست؟ بسیار جالب خود. دیگه اگه سابق میگن زیاد نفر میامد، حالا که ما میدیم به او چی حال کس نیست دیگه. خواه بسیار خوب. درباره ریگ روان کدام چیز شنیده بودی از سابق یا نه؟ من تا جایی که شنیده بودم میگفتن اینجا کسی که از اینجا ریگ میبره خانهش از اینجا به ریگش میره بس چه رقم است؟ بله او رو شنیده بودیم میگن که هر جای ببری میگه پس میاد اینجا میاد. حالی هم همون رقم است؟ نه حالا نه تو نیست دیگه. نخواد چرا ایتو شده باشه به نظرت؟ او را دیگه خدا می وقت بود صحیح مثلا چی بود حالا که دلا پاک بود تا وقت حالا دلا پاک بود دیگه حالا نیست. حالا که ببریم هر جای که بانی موجه میمونه دیگه. بسیار خوب. معلوم میشه نمیشه از گاه آخر است؟ نه بالا میریم تا بالا تا آخرش هم میریم. حالا خودت خوب هستی؟ شکر فضل خدا. اسمک مبارک؟ دانش جان. دانش جان. خودت هم ناز میتی؟ خودم مکه نازتم باز زندگی کردن نمیتونم شه دیگه. خیلی ببینیم که دوستای ما چه رقم اینجا بالا میشن. خیلی یک دفعه چیمه بکنه دیگه. بره بخیر. بره بخیر. یک پیشکان بزنه کی پیش میشه. بره بخیر. بره با دست کاملی خرچی تمید. بره پیشکان تو نداره. لالا جان سلام علیکم. خوب هستی؟ صحت خوب؟ نام خدا خوب؟ پالوان هستی؟ روز چند دفعه بالا میشی جا؟ 3 دفعه 5 دفعه میبرم که مردم. خب چقدر روزانه فروشات داری خودت؟ یا 200 دارم. 200 ماشاءالله دیگه. خوب کار دیور هستی جا. چطور از سابق جا کار خوب بودی حالا؟ سابق کار بود. حالا نیست؟ نه حالا مردم گام نامد. خب چرا مردم حال نمیاد اینجا؟ ما جو کلگی گوری هستیم. خودت گرچه که جا روزانه زیاد هم بالا میشی مگه هم تو نام خدا تایید هستی. خب چی آوردی حالا؟ انرژی ها. خب بسیار خوب. که مردم دیگه شما بالا میرین؟ تو فرقش. بسیار خوب. تا فرقش تا حالا چند دفعه رفتی؟ 3 دفعه بر آمدیم. تا بالای بالا؟ چند دقیقه راه است تا بالا را؟ یک 20 دقیقه است. 20 دقیقه؟ با 10 دقیقه است. با تو 10 دقیقه؟ تا 10 دقیقه اوجه میرسی؟ والا بشکت است با خدا. زنده و سلامت بشی لالا جان. در کار بارت برکت. لالا جان سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب است ان شاء الله؟ شکر زنده باشی. نامه چی است؟ مجیب الله. مجیب الله. مانده شدی نه که تو؟ بیخی مانده شدیم از پایان تو اینجا را آمده تا تا اینجا رسیدیم. من تا بالا نرسیده. خب بسیار خوب. دفعه چندم است که جا آمدی؟ اینجا دفعه اول است لالا تو اومدیم تفریح. خب البته خودت از این وطن نخواد باشی، از کوهستان نیستی؟ نه لالا ما از کابل از لوگر هستیم. خب باشنده کابل. خب بسیار خوب. چطور اصحاب هوای کاپیسا؟ خوب آب و هوا است. بهترین طبیعت، فضای لوکس از هر لحاظ بالا. بسیار خوب. تا بالا دیگه تا هنوز نرفتی؟ تصمیم داری؟ لالا تا اینجا را دم ماندین تا بالا دیگه تا شام هم نمیرسیم. خب بسیار خوب. میشه که از خاطراتی که مثلا تو اینجا آمدی در راه کدام
خاطرات خوشی داشته باشی، چون بار اولت از برتر چیز نو است، میشه با ما قصه بکنیم. والا فضا هم از اونجا که آمدیم بسیار یک ترکای عالی هم تو خوب فضا لوکس دیگه آمدیم خوبم طبیعت کده هیچ گپ نیست. بسیار خوب. چطور بود امنیت راه چه رقم بود؟ امنیت لالا خب بسیار بالاست نسبت به سابق، حال خوب امنیت داریم به حساب راحت راحت کده میری در راه چیزی گپ نیست. هم تو تبخوش ما خواهم تو تبخوش قسمه که میبینین یک هموطن ما خود هفته میتونیم ببینیم که دنشش خار بزنیم. لالا بخی که صبح شده. خوب هستی؟ سلام برادر، خوب هستی؟ سعادت خوب است. دنشه خواهد دیگه خور زنیم. هیچ گپ نیست. خوب اسمکت؟ مدثر. مدثر جان سعادت خوب است انشالله. خوب هستی؟ خوب هستی. قربانت. آمدی اینجا دیگه روز جمعه تفریح بکنی؟ با تفریح آمدیم. خب بسیار خوب. دیگه خدا تو را خیر بده. از کجا آمدی و بار چندمت است که اینجا آمدی بیادر؟ از کابل آمدیم اینجا دیگه بار سوم از که آمدیم. خب تال در قسمت آخریش رفتی یا نه؟ تا قسمت آخریش رفتیم. بالا که بری چی است؟ بالا دیگه او سو آمینم تو خانه و یاز دیگه بازو طرفش ریگ نیست. خب بسیار خوب. درباره قدامت از ریگ روان خبر داری نداری؟ خبر دارم کموش. نشه قصایشه بکنی با ما. سابقا میگفتن که ریگ ببری امرایت پس میآید. حالا دیگه معلومات ندارم که حالا ما قسمت یا نه. تو بگی یک مشرق دمی جیبت ببر که چی میشه؟